به نام خداوند بزرگ و مهربان. برنامه شماره 151 رویداد با عرض سلام و با ای آرزو که روزهای عید با سلامتی و خوشی سپری کیده باشین آغاز میکنیم. خبرهای مربوط به سفر اشرف غنی رئیس جمهور به هند و خصوص در 2 روز گذشته که سفر ادامه داشته، بخش عمده خبرهای مربوط به افغانستان را برگرفته و از رویدادهای مهم هفته به شمار میره. خب خود سفر با توجه به رقابتی که بین هند و پاکستان موجود است به تنهایی هم قابل توجه است، اما چیزی که این سفر متبارز ساخت اعلام کمک های بسیار از طرف هند به افغانستان است. هند اعلام کرد که $1 میلیارد به افغانستان در بخش اقتصادی و زیربنای کشور کمک میکنه. این کمک هایی که اعلام شد علاوه به کمک های نظامی هند به افغانستان است. سهم هند امور نظامی هرچند شاید در سایه کمک $1 میلیارد زیر شعاع قرار بگیره، اما او هم به نوبه خود مهم است، به خصوص تا جایی که به برافروخته شدن پاکستان ارتباط میگیره. کمک های نظامی حتی اگر ناچیز هم باشه اهمیت سمبولیک داره. پیش از اشرف غنی چند پیش لوی درستیز قوای مسئله افغانستان سفر به هند داشت و او فهرست ضروریات اردو را با خود برده بود. در بخش کمک های اقتصادی در قسمت توسعه استفاده از انرژی آفتاب، برق آفتابی هم توافق شده که بسیار مؤثر خواهد بود. افغانستان چیزی که زیاد داره شعاع آفتاب است و چه خوب است که از انرژی آفتاب به حیث برق و روشن ساختن خانه ها استفاده شود. پروژه هایی که از این حال شاید ISI طرح خراب ساختنش بریزه. اشرف غنی همونطوری که بیننده های محترم به یاد دارند آغاز کار خود رو به پاکستان آورد، تا جایی که به دفتر لوی درستیز پاکستان هم مراجعه کرد، خودش رفت و این کوشش ها به قیمت رنجیدن هند تمام شد. اما همونطوری که فکر میشد پاکستان زیر تاثیر ای پالیسی قرار نگرفت و دشمنیش حتی زیادتر شد. مشکل در امی است که پاکستان در برابر سیاست تضرع و زاری هم خشونتش زیاد میشه و در برابر سیاست روش بالمثل هم به جای ای که با توجه به زیانی که متوجهش است از روش تخریبکارانه حذر کنه، او را شدیدتر میسازه. چرا افغانستان یک کشور متکی به پاکستان بوده و هر باری که پاکستان خشمگین شده از این تهدید کار گرفته که راه تجارتی را بسته میسازم و بسته هم کرده. اما در این اواخر وضع کمی تغییر کرده. از یک طرف راههای تجارتی با چین و کشورهای آسیای میانه باز شده، چنانچه هفته پیشتر اولین قطار آهن در حالی که اموال صادراتی به افغانستان حمل میکرد به بندر حیرتان از چین رسید. و از او مهمتر بندر چابهار در ایران یک بدیل به افغانستان میسر ساخته و وقتی تجارت از راه چابهار هم رو به افزایش باشه واضح است که اتکا به پاکستان کم میشه. بخشی از شاهراه کابل چابهار از دلارام در ولایت فرات تا زرنج در نیمروز و سرحد با ایران با کمک هند ساخته شده. همونطوری که در نقشه دیده میشه این بندر به سود هند هم است، اما اعتبار بندر گوادر در پاکستان که چین در او سرمایه گذاری زیاد به او کرده شاید کمتر شود. دیده میشه که هند و افغانستان منافع مشترک دارند. البته اینطور هم نیست که هند یک فرشته باشه. میلیون ها هندی با فقر روبرو هستند و هند $1 میلیارد به افغانستان کمک اقتصادی میکنه. اما راز در ای است و حرف خوب در ای است که هند منفعت خود در آبادی و استقلال افغانستان و در ای میبینه که تروریسم در افغانستان ریشه‌کن شده باشه تا هند هم از ضررش در امان باشه. به هر صورت امی موضوع چابهار و راههای آسیای میانه برای اولین بار به افغانستان این فرصت داده که به اصطلاح به پاکستان دهن کجی کنه. افغانستان در حال مرتبط شدن است. افغانستان از انزوای جغرافیایی خود میبره. ما به بندر کدام کس بسته نیستیم که راه ما را بسته کنه. پیش از سفر رئیس جمهور افغانستان به هند، افغانستان از
پاکستان تقاضا کرد که تجارت افغانستان با هند از طریق پاکستان اجازه بفه از بندر واگه. اما پاکستان به هند اجازه نمیده که اموالش از طریق پاکستان به افغانستان و آسیای میانه صادر شود. افغانستان هم اعلام کرد که به موترهای باربر پاکستانی هم اجازه نخواهد داد که از قلمرو افغانستان عبور کنه. شاید در روزها و هفته های آینده وضع به همین گرمی دوام نکنه، یعنی به همین شدت در مقابل پاکستان و گرمی زیاد در برابر هند. افغانستان با چین هم روابط داره و چین کشوری است که از یک طرف با پاکستان روابط بسیار دوستانه داره و از طرف دیگه با هند در رقابت است و چین مثلا خوش نداره که با توسعه بسیار چابهار سرمایه گذاری چین در گوادر کم اثر شود. البته گوادر یک بندر بسیار مهم است. چابهار اونقدر انکشاف نکرده و با گوادر حداقل در شرایط فعلی همسری کردن نخواد بتونه، اما باز هم به چین خوشایند نخواد بود. به هر حال دیده شود که پاکستان این بار هم همون سلسله حملات انتحاری را زیادتر میسازه یا بالاخره به خود میآید. تا حال اما نشانه های به خود آمدن دیده نمیشه. حتی در حادثه ناگواری که این هفته در ننگرهار رخ داد، دست پاکستان یا حداقل احتمال دست داشتن پاکستان دیده شده میتونه. جنرال زړور زاهد، قماندان امنیه ننگرهار که همواره از پاکستان انتقاد میکرد و عملا در برخوردهای مسلحانه با عساکر پاکستانی سهم داشت و برخوردار رهبری کرده، این هفته در اثر انفجار ماین جان خود در ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار از دست داد. مرحوم زړور فقط چند ساعت پیش از اینکه از این جهان بره کلمات بسیار شدیدی در برابر طالبان و پاکستان داشت، حرفهایی که فقط چند ساعت پیش از کشته شدنش بیان داشت. او د حصارک ولسوالۍ سپي د دوی په مردارو باندې ماړه کړله. زه په دوی باندې انتظار کوم او تر څو پورې چې زموږ نه یو څک وینه په بدن کې د دې خاورې د دې وطن به دفاع کوو او هېڅکله به مزدوران، جاسوسان، جنایتکاران خپلو ارماندو ته ونه رسېږي. د حصارک په ولسوالۍ کې دښمن ته داسې ضربه ورکړل شوې چې د دوی لپاره پند او د نورو جنایتکارانو لپاره عبرت. جنرال زړور زاهد بعد از مرگشان به وحدت در افغانستان خدمت کرد. مقامات افغانی و مردم عادی از اقوام و از گوشه‌های مختلف همدردی و احساساتشان نشان دادند و این عکس العمل‌ها بار دیگه این نکته را به یاد آورد که صف جنگ صف قومی نیست. در بخش سیاسی خبرهای مربوط به نهایی شدن توافق با گلبدین حکمتیار و یا نزدیک شدن به نهایی شدن از رویدادهایی بود که توجه زیادی را به خود جلب کرد. در این مورد در بخش دوم برنامه مطلب نسبتاً مفصلی خواهد داشتیم. در داخل کشور موضوعات سیاسی بین جناح‌ها اینقدر در ذهن مقام‌ها نقش بسته بود که این طرز دید در بیانیه‌هایی که به مناسبت سالگرد شهادت مرحوم احمد شاه مسعود ایراد شد احساس می شد. در این بیانیه‌ها نه تنها اختلافات جناح‌ها مد نظر بود، بلکه انتقادها در داخل حلقه ها هم رد و بدل شد. از این جمله سخنهای مشخص و نام گرفته وکیل ولسیرگه حفیظ منصور. از دوستان ما، از آقای مسعود، احمد ضیا، از دکتر عبدالله با کلیگویی نمیشه مشکل حل کرد. خواست چیست؟ ما عدالت میخوایم. عدالت یعنی چی؟ برادری میخوایم تعریف بکنیم میره. ددنتون که شلغم نیست. لعنت به کسی که بخواه که بالا باشه و دیگر زیر دستش باشه. اما حیف است به یک انسان که درجه دوم رو بپذیره از ترس مقام و چوکی حرف خود گفته نتونه. حیف زنده باشی، فیشن بکنی، نام جلالت مآب باشه، گپت گفته نتونی. در شبانه و در تکویا فرمان میدی و فرمانت پات میکنی. جالب و قابل توجهی است که این بخش از تلویزیون میترا که متعلق به آقای عطا محمد نور است گرفتیم. با بعضی از سخنانی که فکر میشد با توافق گلبدین حکمتیار و دولت ارتباط میگیره در بخش دوم برنامه رویش تماس گرفته شده.
این هفته بخش مرور بر رویدادها را طولانی نمی سازیم. در اخیر از این خبر یادآوری میکنیم که پاکستان بعد از تهدیدهای زیاد و جور دادن پناهنده های افغان در پاکستان از این تصمیم خود منصرف شد که پناهنده ها تا آخر امسال از پاکستان خارج شوند. 3 ماه دیگه هم وقت داد. یعنی فعلا پناهنده هایی که برای اخراجشان حکم شده بود تا ماه مارچ حداقل وقت دارند. اما در روزها و هفته های گذشته تعداد زیادی از پناهنده ها در یک بی سرنوشتی مطلق مجبور شده بودند در حالی که هیچ مرجعی به کمک نداشتند و طرف کشور اصلیشان راهی شوند. ما سفری از اون نوع در پیش نداریم، صرف لحظات بعد به بخش دوم برنامه سفر میکنیم و از شما بیننده های گرامی هم تقاضا داریم که 1-2 متری هم دور نرین و با ما باشین. غیر از او هم آهنگی داریم از هنرمند برازنده کشور سلما جهانی که نمیگذاره بیننده ها از تلویزیون خود دورتر برن.
برنامه هفتهوار رویداد از تلویزیون آریانا افغانستان تماشا میکنید. این برنامه همونطوری که میدونین کوشش میکنه رویدادهای مهم هفته را در افغانستان بررسی کنه. این هفته در پهلوی سفر پرثمر رئیس جمهور به هند که مطالب در قسمت در بخش اول داشتیم، نهایی شدن موافقتنامه صلح حکومت با گلبدین حکمتیار در جمله خبرهای داغ به شمار می رفت. موافقتنامه تا حال امضا نشده، اما احتمال امضایش می رفت و حال هم از روی تبصره هایی که میشه امضای توافق در روزهای آینده و در واقع هر ساعت ممکن است. اگرچه این هم ناممکن نیست که مشکلات آخرین لحظه و موانع بظاهر کوچک مذاکرات دوامداری را که در طول 2 سال صورت گرفته به اثر بسازه. بر صورت در این مدتی که مذاکرات دوام داشت، گلبدین خودش معمولا ابراز نظر نمیکرد. رئیس هیئت فرستادگیش به کابل و یا فرزندش درباره ای که کار به کجا رسیده معلومات میدادن. اما این هفته حکمتیار خودش هم حرفای زد که میتونه معنایش باز هم می باشه که اینک صدای پای من باز آمدم. بیانیه حکمتیار به مناسبت عید صادر شده. این وقتها کمی عصری تر معلوم میشه که به جای کلمه مناسبت از کلمه بهانه کار بگیریم. مثلا گفته شود که به بهانه سالگرد محفلی برپا کردیم. اما اگر اصل موضوع مهمتر از مناسبت باشه، راستی هم مناسبت یک بهانه میشه. در مورد بیانیه حکمتیار ایره شاید گفته بتونیم که بیانیه به بهانه عید، اما در واقع به طور عمده در ارتباط با توافقش با حکومت است که این توافق به نام معاهده یاد شده در او بیانیه. در بیانیه گفته شده که قرار بود معاهده پیش از عید امضا شود، اما به خاطر مشکلات داخلی دولت به تعویق افتاد. اشرف غنی هم این هفته ضمن ای که از پیشرفت مذاکرات یاد کرد، شاید در ارتباط با همین مشکلات داخلی و کسانی که در این راه مانع ایجاد میکنن هشدار هم داد. پیشرفت قابل ملاحظه صورت گرفته و در این باره انشالله امید است که به زودی ممکنه موافقه نهایی شود و ما شاهد یک گام بزرگ در ایجاد فضای صلح و ختم جنگ باشیم. هیچ مانعی را در مقابل صلح که بدون دلیل باشه ما قبول کرده نمید. اشرف غنی گفت که اگر در مقابل صلح مانع ایجاد شود، بعث رئیس جمهور مردم در جریان قرار خواهد داد و از اونا خواست که به خاطر صلح در یک صف ایستاده شوند. این جمله را اگر از عینک روزهای جنگ ببینیم میتونه هشدار دهنده هم تلقی شود. تقاضا از مردم که علیه موانع صلح ایستاده شوند. ای که گفتن مردم در رابطه با موانع در جریان قرار میتن کار خوب است، اما جالب است که درباره خود توافق معلومات زیادی به مردم داده نشده. البته در برخی رسانه ها مسوده موافقتنامه 25 ماده‌ای و بعضاً 26 ماده‌ای نشر شده که به گمان غالب با سند اصلی فرقی نخواهد داشت یا فرق زیادی نخواهد داشت. به اساس این متن امتیازهای زیادی به حکمتیار داده شده. همین که حکمتیار پیش از امضای موافقتنامه یا معاهده از مردم خواسته که از این توافق حمایت همه جانبه کنند و منتظر است که جانب حکومت هم هر چه زودتر او را نهایی بسازه، خودش موضوع را میرسانه. در یک بخش توافق تعهدات دولت ذکر شده و در بخش دوم تعهدات حزب اسلامی در امی مسوده‌ای که گفته میشه. وقتی که من این دو عنوان دیدم، تعهدات دولت و تعهدات حزب اسلامی، داستان مرد به یاد آمد که ماجرای جنگ فیزیکی خود با یک شخص بیان میکرد و کوشش داشته که خود هم در جریان جنگ فعال نشان بده. میگفته که در جریان جنگ گاه ما پایین و او بالا و گاه او بالا و ما پایین. در توافقنامه در بخش تعهدات دولت نوشته است که امیر ما بخوانم:
دولت جمهوری افغانستان متعهد می گردد که رسما اعلام نماید که حق فعالیت حزب اسلامی را در ابعاد سیاسی و اجتماعی مطابق با قوانین جاری کشور به رسمیت بشناسد و ادامه دارد. و در بخش تعهدات حزب اسلامی می خوانیم که حزب اسلامی افغانستان خود را متعهد می داند تا به عنوان یک حزب سیاسی در امر دفاع و تامین امنیت پایدار در کشور با دولت وحدت ملی همکاری نموده و با عنوان یک حزب رسمی سیاسی دفاتر خود را در مرکز و ولایات فعال سازد. دولت تعهد میکنه که حزب حق فعالیت سیاسی داره و در مقابل حزب تعهد میکنه که دفاتر حزبی خود باز میکنه. اما قصه بالا و پایین. جزئیات متن قابل توجه است، اما چون باز هم موثق نیست که اصل مسوده باشه، از اون خاطر زیاد رویش نمیپیچیم. چرا اگر بعدا متن دیگه اعلام شود به اعتبار رویداد صدمه خاطر رسید. اما باز هم تعهدات دولت اگر خلاصه بگوییم، کوشش فوری به خاطر زدوده شدن نام گلبدین از فهرست سیاه ملل متحد و رفع تحریم ها در قسمت، تضمین معافیت قضایی به خاطر فعالیت های سابقه نظامی و سیاسی، تقریبا عفو عمومی از رهبر و اعضای حزب، رها ساختن زندانیان حزب اسلامی در صورتی که جرم جنایی نداشته باشند و بعضی محدودیت های دیگه هم است. و مثل این در متن تعهدات زیادی از طرف دولت ذکر شده. البته بخش حزب هم اینطور نیست که هیچ تعهد نداشته باشه، تعهداتی داره. از تعهدات مهم حزب اسلامی توقف حرکات نظامی، یعنی آتش بس، رعایت قانون اساسی و منحل ساختن تشکیلات نظامی. خب منحل ساختن تشکیلات نظامی تا خل سلا فرق داره طبعا. همچنان گفته شده که حزب اسلامی اعلام خواهد کرد که با گروه های تروریستی در رابطه نیست. جالب است که در بسیاری از تعهدات حزب اسلامی به اساس این متن قید شده که بعد از امضای توافق مثلا اینطور اعلام میکنه و یا این چیز اعلام میکنه، اما در مورد تعهدات دولت این قید دیده نمیشه. در بیانیه گلبدین حکمتیار این موافقتنامه یک معاهده خوانده شده و یک معاهده جامع، اما در متن بسیار جاهایی است که روشن نیست و میتونه دعوایی شود. مثلا من یک بخش میخوانم: رهبر حزب اسلامی میتواند 2 و یا 3 محل مناسب را برای اقامت خویش در افغانستان انتخاب نموده و دولت تدابیر لازم امنیتی و هزینه معین و معقول را فراهم سازد. خب گذشته از اینکه مقدار معقول خودش قابل بحث است و میتونه دعوایی شود، در پهلوی او در اینجا روشن نیست که دولت مصارف امنیتی را مهیا میسازه یا این مقدار شامل دیگه مصارف هم خواهد بود و این مصارف همزمان به هر 3 محل پرداخت خواهد شد یا تنها به یک محل. سوالای از این قبیل اگر این متن همطوری که عرض کردیم دقیق باشه و مطابق به متن اصلی باشه. خب از این متن که موثق نیست اما حداقل روحیه را نشان داده میتونه میگذاریم. اما یک بخش از بیانیه حکمتیار به مناسبت عید، به بهانه عید که در توافقنامه است، البته در توافقنامه ذکر نیست، در بیانیه ذکر است، او هم بسیار قابل توجه است. در بیانیه از طالبان هم تقاضا شده که اونا هم با پروسه صلح یک جا شوند و گفته شده که اگر نشد گزینه جنگ خو همیشه ما در اختیار داریم. امیر هم خدمت شما میخوانم. در مورد عملی صلح تذکراتی رفته در بیانیه و برای طالبان گفته شده که نتیجه ندرلوده نو هیڅ څوک مونږ له خپل جهاد او وسلوال مقاومت نشي منع کولی. زه بل دولت وغواړم چې په دې اړه تر مقابل لوري وړاندې خپل اخلاص او نیک نیت ثابت کړي. د طالبانو ځینې مهم بندیان له هر راز قید او شرط پرته او زما د غوښتنې په خاطر آزاد کړي.
دولت به خاطر نشان دادن اخلاص خود بعضی از زندانی های طالبان به ازی که تقاضای از طرف طالبان شده باشه به خواهش حکمتیار رها کنه. معلوم میشه که حکمتیار در مذاکرات دست بالایی داشته. قبلا خانم رولنا غنی همسر اشرف غنی رئیس جمهور، خانم رولا، در مورد توافق با گلبدین و رهبران تنظیم ها در یک مصاحبه گفته بود که حالا معلوم بشه از حالت امروز زیاد فرق داشته. مجاهدان و گلبدین حکمتیار پیر شدند و به پایان عمرشان رسیدند. اگر آنان میخواهند که به افغانستان بیایند و عمرشان را در زادگاهشان به پایان برسانند، کار انسانی است که با آنان اجازه داده شود و شرطهایی برایشان گذاشته شود. گفتگوها با این افراد صورت نمیگیرد. این افراد در رسانه ها بسیار سخن میگویند، زیرا خودشان را در حاشیه میبینند و جزو تصمیم گیرنده ها نیستند. ولی حالا در عمل میبینیم که حکمتیار به افغانستان به این خاطر نمیاد که گویا پیر شده و روزهای آخر عمر خود دور از سیاست در زادگاه خود سپری کنه. حتی در مورد رهایی زندانیان طالبان هم تقاضاهایی داره. در رابطه با زندانی های طالبان البته معلوم نیست که منظور از بعض زندانی ها که گفته شده کدام زندانیان است، اما به صورت عموم گلبدین حکمتیار با طالبان میانه خوب نداشته و این مناسبت شاید بعد از پیوستن حکمتیار به دولت سردتر شود. بعضی ها به این نظر هستند که با آمدن حزب اسلامی طالبان هم تشویق خواهد شدن که از روی گلبدین پیروی کنند، اما این احتمال هم زیاد است که این انکشاف در این مورد حتی تأثیر برعکس داشته باشه و اونا یعنی طالبان زیادتر روگردان شوند. بر ترتیب در ارتباط با صلح با گلبدین حکمتیار و طالبان و ای که به خاطر رسیدن به صلح چه قیمتی پرداخته شود و از چه چیزهای به خاطر صلح گذشت شود، نظریات مختلف است و خودش یک بحث جداگانه است. زیاد حرف زدیم، یک جمله بسیار کوتاه از دکتر رمضان بشردوست در این زمینه میشنویم. در افغانستان بخصوص در 40 سال اخیر هیچ وقت صلح وجود نداشته، همیشه معامله وجود داشته و هیچ وقت معامله در افغانستان به جنگ پایان نداده. خب اگر معامله نباشه و یا مصالحه به خاطر صلح باشه، سوالی خود بود که در برابر اینقدر انعطاف دولت گذشت و انعطاف از طرف گلبدین حکمتیار در چه سطح خواهد بود. اگر به گذشته اتکا شود، حکمتیار به خاطر رسیدن به اهداف سیاسی از جنبش رشید دوستم گرفته تا شهنواز تنی از حزب خلق و گروه های مختلف به گفته بشردوست شامل معامله شده، اما در طرز دیده که در برابر جامعه داره و در جهان بینیش هیچ تغییر حساس نشده و خودش هم از تغییر در نظریاتش یاد نکرده. در یک بیانیه سالهای پیشش از انتخابات طرفداری کرده، اما در این حال شرایط برای رهبری گذاشته که مثلا مجاهد بوده باشه، از خارج نامده باشه و امثالش. و در جای دیگه در امی بیانیه اینطور یک روحیه است که تعدد احزاب و مثلا وجود جناح مخالف یا اپوزیسیون اصلا پذیرفته نمیشه و حکومتداری را به مسجد تشبیه کرده که در اوج یک امام است و کسی دیگه حرف متفاوت نمیزنه. اسلام کې د بیلو بیلو تنظیمونو تصور نشته. ټول مسلمانان به د یو امیر په لاس بیعت کوي، د یو بیرغ لاندې او په یو صف کې ودرېږي. چې چېرته جمع ولاړ وي او امیر وي او امام ولاړ وي، بېله جمع څوک نشي ودرولی. په یو جماعت کې دوه جمعې څوک نشي کولی چې یو جمع ولاړ وي، امام وي او سړی بېله جمع جوړوي. دې ته اجازه شته. یکی از مشکلات دموکراسی، یعنی یکی از مواردی که دموکراسی در دوراهی قرار میگیره، به نظر من یک حالتی است که تعدادی از کشورها با او سوال در عمل روبرو شدن، مثلا الجزایر، مصر. حالتی که انتخابات باشه و یک شخص و یا گروپی که احتمال برنده شدن هم داشته باشه در انتخابات شامل باشن. دموکراسی حکم میکنه که هر کس حق داره
خود کاندید کنه و هر کسی که رأی زیادتر برد برنده است و باید هم همونطور باشه. اما سوال دو حالت پیدا میشه که امو کاندید در عین حال از دموکراسی خوشش نبیاید و آشکار باشه که با پیروز شدن خود دموکراسی را ضربه میزنه. در این حالت دموکراسی به این سوال جواب قانع کننده نداره. تعدادی از گروه ها از دموکراسی به حیث یک وسیله، به حیث یک زینه به خاطر رسیدن به قدرت استفاده میکنن و بعد امو زینه را از بین میبرن تا کسای دیگه در بام قدرت بالا شدن نتونه و اونا از امو بالا به فرمان روایی خود ادامه بدن و دموکراسی را سرکوب کنن. در این حالت دموکراسی دیده و دانسته قبر خودش میکنه و به اساس همین پرنسیپ ها میکنه. همونطوری که عرض کردیم اینطوری یک جواب قانع کننده ما در این قسمت نشنیدیم. به هر ترتیب ای که نظریات فعلی حزب اسلامی در مورد دموکراسی و صلح‌خواهی به چه شکل است روزهای بعد روشن‌تر خواهد شد. اما در مورد سابقه نظریات مثالی عرض کنم. رئیس هیئت حزب اسلامی که از طرف گلبدین حکمتیار فرستاده شده بود برای مذاکرات به کابل، در مدتها در مذاکره بود. او شخص در انتخابات ریاست جمهوری سخنگوی قطب‌الدین هلال کاندید حزب اسلامی بود. بخش از صحبتش با تلویزیون خورشید که در جریان مبارزات انتخاباتی 2 سال پیش صورت گرفته خدمت شما تقدیم میکنیم. این صحبت به دلایل مختلف تکنیکی مجبور بودیم کوتاه بسازیم، اما اینطور نکردیم که با ادیت کردن مفهوم قصداً تغییر داده باشیم. صحبت زیاد روی یک حمله میچرخه که 1 سال پیش از جریان صحبت در میدان هوایی کابل رخ داده و حزب اسلامی مسئولیتش به عهده گرفته. در این صحبت آقای امین کریم و با همراهان دیگری که در صحبت شامل است و امی شخص آل نماینده گلبدین حکمتیار است و امی توافقی که رویش سخن زدیم مسئول کوشش است که امی شخص با شورای عالی صلح انجام داده. خب گفتیم از جریان صحبتش یک بخشی را خدمت شما تقدیم میکنیم که از حملات انتحاری دفاع میکنه و اصطلاح استشهادی را به کار میبره. استشهادی یعنی طلب شهادت. به این حساب حمله کننده انتحاری شهید تلقی میشه. در این شکی نیست که عملیات مقاومت و استشهادی را مجاهدین انجام میدن، ولی به این هم قطعا شکی نیست که مدیریت تبلیغاتی این عملیات را امریکا و عمال دست نشاندش میکنن. مسئولیتش حزب اسلامی. بله من میگم که عملیات را حزب اسلامی کرده و میکنه، اما نتیجه این عملیاتتان باعث شده که زنان، کودکان و مردان بیگناه کشته شوند. این چیزی است که امریکا بعداً اعلان میکنن. در عملیاتی که در راه میدان هوایی سال قبل صورت گرفت، نه افغان ها بلکه خلبان های خیارات جنگی امریکایی مورد اصابت قرار گرفت و یکی از عملیات قهرمانه یک دختر جوان افغان بود. تشکر. یعنی شما این را انتحار یا خودکشی نمیدانیم؟ نه خیر، بین انتحار و استشهاد خیلی فرق. تشکر. سوال دیگه است که آیا آقای کریم آل هم حمله انتحاری را به نیروهای خارجی در افغانستان حمله استشهادی تلقی میکنه یا نه؟ فعلا موقف حزب اسلامی در این مورد طور معلوم میشه که چون 90% نیروهای خارجی بیرون شده، باقی مانده ها باید هرچه زودتر خارج شود. یعنی با خروج نیروهای خارجی از افغانستان پافشاری میکنن، اما قوای باقی مانده که در حال خروج است مانع پیوستن با دولت نمیشه. ولی در عمل میبینیم که امریکا از این نظر منصرف شده که تا ختم سال آینده همه نیروهایش از افغانستان خارج شوند. حتی به فکری است که شمار نیروهای خود زیادتر بسازه. در این حالت اگر حزب اسلامی با دولت پیوسته باشه، باز هم به نادیده گرفتن قوای خارجی و به اصطلاح روی خود دیگه طرف گرفتن ادامه خواهد داد یا باز هم حملات انتحاری را استشهادی بخوانه. از اینکه چند پیش با نشر خبرهای در مورد
ریشه گرفتن داعش در افغانستان از قول حکمتیار گزارش داده شد که از داعش پیروی میکنه، از او میگذریم که او هم طبعا با سوالهای زیاد همراه هست. اما در واقع در رابطه با توافق حزب اسلامی با دولت سال دیگه است که جواب روشنی در موردش به نظر نمیرسه. او سوال است که جمعیت اسلامی و طرفداران دکتر عبدالله که در موارد مختلف اظهار وجود میکنن و با هر نوع حرکت مخالف با منافعشان آشکارا مخالفت نشان میتن، در مورد توافق با گلبدین در مقایسه با دیگر موارد تقریبا خاموش هستند و نه تنها خاموش هستند بلکه عطا محمد نور که رئیس عمومی اجرایی جمعیت اسلامی است حمایت جمعیت از توافق با گلبدین اعلام کرد. جمله بسیار کوتاهی داریم اما مهم. موقف جمعیت است که از این توافق نامه حکومت و حزب اسلامی حمایت میکنند. البته از اینکه صلح بیاید و هر کسی از صلح حمایت کنه در این مورد طبعا اعتراضی شده نمیتونه و بسیار خوب است که هماهنگی نظرها وجود داشته باشه و جنگ داخلی در افقهای دوردست هم دیده نشه. از این چه بهتر. اما با توجه به موقفهای گروه ها در طول سالها اینطور حمایت تا حد غیر عادی به نظر میرسه و در اینطور حالات غیر عادی بودن هنوز نگرانی و تشویش زیادتر میسازه. خب در مورد مسوده توافقنامه که گفتیم شاید نهایی نباشه دیگه حرف نمیزنیم، اما در بیانیه گلبدین حکمتیار به مناسبت عید هم نشانه های از سازش با جناح جمعیت دیده نمیشه. آیا جمعیت زیر فشار مراجع مثلا امریکا قرار گرفته؟ آیا اونا به این نظر رسیدن که توافق با حکمتیار نهایی نخواهد شد و میگذارن که حکمتیار پلهای پشت سر خود یکی پای دیگه ویران کنه و حمایت تندروان طرفدار خود هم از دست بده؟ آیا این خاموشی و توافق ظاهری در واقع آرامش پیش از طوفان بیان میکنه؟ البته من نمیخوایم که ارتباط بدم، شاید هیچ ارتباطی هم نداشته باشه، اما این هفته عطا محمد نور گفت که پلیس ها و کسانی که در موترهای شیشی سیاه بم‌های انتحاری را انتقال میتن زیر نظرشان است. کسانی که با موترهای شیشی سیاه از نامی که توسط پلیس به او عزت نشه انتحاری انتقال میتن، مواد انفجاری انتقال میتن، کل از دیدی ماست و یک روز در برابر اینا ما اقدام برقاسا خواهد کردیم. حمله برقاسا انجام خواهیم داد. این هم قابل بررسی است. به هر حال حرف از احتمال امضا شدن توافق با حکمتیار و شنیدن صدای پای است. باز آمدم. شاید یک تعدادی از شنیدن شرفه پای خوش شوند. عده زیاده شاید با این صدا وحشت زده شوند. در شرایط امروزی در جهان سیاست هر کسی کوشش میکنه حرف به طبع دل مردم بزنه و حمایت به دست بیاره. اگر مشکلات اقتصادی زیاد باشه و تضاد طبقاتی دیده شود، از مسکن و غذا و لباس، کور، دوده، کالی شعار داده میشه. اگر اختناق و سرکوب زیاد باشه، از باغهای سبز دموکراسی یاد میشه. و وقتی اهل سیاست میبینه که مردم به عقایدشان بسیار استوار هستند، به اونا گفته میشه که عقایدتان در خطر است و ما میاییم که ارزش‌های شما را نجات بدیم. گلبدین حکمتیار هم در مسوده توافقنامه و همچنان در بیانیه‌های خود همیشه به پیروی 100% و بی قید و شرط از اسلام تأکید میکنه. واضح است که در یک کشور اسلامی با اصل پیروی از اسلام به هیچ صورت کسی مخالفت نداره و خوشم میشن. اما موضوع تعیین کننده طرز تعبیر از هدایات و راهنمایی هاست. کسی ارزش های والای انسانی و صلح‌خواهی را در دین مقدس اسلام جستجو میکنه و کسی حکومت مثل یک مسجد میدانه که امام باشه و امیر باشه و کسی جز پیروی بی قید و شرط از امام حق دیگه نداشته باشه.
هر گروه تعبیر خاص خود یگانه تعبیر درست از اسلام میدانه. تاکید به پیروی 100% به این معناست که در تعبیری که من دارم کسی اگر مگر نکنه. مردم افغانستان و به خصوص نسل جوان کشور با حفظ اعتقاد راسخشان به ارزش‌های دینی در این حال به فکر ترقی و پیشرفت، دموکراسی و یک گروه آزاد اجتماعی در جامعه هستند که در او ارزش‌های مثل آزادی بیان، مساوات زن و مرد، حق اشتراک در انتخابات و دیگر ارزش‌های انسانی حکم فرما باشه. جامعه نوین در افغانستان پیشرفت‌های زیادی داشته، اما در این حال عقب روی‌های زیادی هم متحمل شده. یکی از عقب روی‌ها مسلط شدن تفکر قومی است و او هم به شکلی که وقتی مسائل قومی و زبانی در یک طرف و اصول و پرنسیب‌های فکری خودشان و آرزوهای ترقی خواهانه در طرف دیگر قرار داشته باشه، با تأسف در بسیاری موارد به خاطر مسائل قومی روی اصول فکری خود پا مگذارن. این مشکل در هر کدام از جناح‌ها دیده میشه. یک مثالش با تأسف هفته گذشته دیده شد و نگرانی ده است که مثال دیگهش از جناح دیگه در موضوع توافقنامه با حکمتیار دیده شود و بار دیگه قومیت به مفکوره چربی کنه. هفته که گذشت نمایش سلاح را شاهد بودیم و در روزهایی که پیش روز نگرانی ده است که همین موضوع مثال پنداشته شود که گویا هر کس و هر گروه حق داره مسلح باشه و این روحیه و اطور رقابت منفی به زیان جامعه است. به امید ای که در تمام موارد ختم جنگ و صلح و پیشرفت و احترام به ارزش‌های انسانی مطرح باشه. بیننده های گرامی، به لحظات اخیر برنامه این هفته رسیدیم. بار دیگه لازم میدانم که از تلویزیون آریانا افغانستان به خاطری که زمینه نشر منظم برنامه های رویداد فراهم میسازه و از محترم داود احمدی تکنیکر ما که همیشه همکاری صمیمانه داشته، تشکر صمیمانه داشته باشم. با یک شما تا برنامه بعدی خداحافظی میکنم. سلامت و سرفراز باشید.